8 تن حافظان قرآن کریم از دارالعلوم و دارالحفاظ حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه واقع در قریه قرقجله از مربوطات ولسوالی دولت‌آباد ولایت بلخ لف دستار فضیلت بر سر نهادند. معاون والی بلخ که به منظور اشتراک به این مراسم در این قریه سفر کرده است میگوید اکنون زمان انقلاب دانش رسیده و جوانان کشور باید با فراگیری دانش دینی و عصری در توسعه و پیشرفت کشور سهم بگیرند. ما به شما وعده میدیم که نظام اسلامی، امارات اسلامی، مجاهدین مسئولین و همه از دین، از وطن، از ارزش‌های اسلامی، از ارزش‌های اسلامی دفاع میکنه و دفاع کرده. اینجا 8 نفر حافظای کرام از اینجا فارغ شدن، لوف دستا را به سرشان بندیدن. معاون مقام ولایت بلخ همچنان بر جایگاه اتحاد و وحدت مردم پرداخته تاکید کرد تا مردم اتحاد و همبستگی خویش را در زیر چتر نظام امارات اسلامی تشدید ببخشند. و نظام را ما برای شما گفتیم که قایم دائم ساختن چی میخواد؟ اتفاق و وحدت. و الحمدلله در افغانستان مردم ملت افغانستان درباره اتحاد و وحدت و هماهنگی و خیلی بالا است. از سوی هم فارغین با ابراز خوشی میگویند آنچه را آموختند در راستای شکوفایی جامعه به خرج خواهند داد. ما بسیار زیاد خوشحال هستیم که حافظ قرآن شدیم. هر چی که آموختیم بر دیگران میرسانیم. تقریبا 2 سال میشه، 2.5 سال 3 سال شد دیگه حفظ کلام را خلاص کردیم، حفظ کردیم. ولی ما کوشش میکنیم که در دیگه برادرای ما هم برسانیم میره. قابل یادآوری است که دارالعلوم و دارالحفاظ حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه یکی از مراکز معتبر دینی در ولسوالی دولت‌آباد ولایت بلخ است که تا کنون 10 عالم دینی را تقدیم جامعه کرده است.